سلام به روی ماهتون، به چشمون سیاهتون. من ایسام و اینجا جاشو بچه. میدونستید قرار سال 2024 یه سیارک به زمین برخورد کنه و همه چی کن فیکون بشه؟ میدونستید قرار همین جایی که من نشستم نیست و نابود بشه؟ میدونستید قرار هممون یه جا با هم بمیریم؟ اینا رو من ایسا نمیگم ها، اینا رو پیشگوها گفتن و هنوزم دارم میگم. شوخی کردم بابا، اینا رو از خودم در آوردم. این دفعه میخوام راجع به کسی که بهش لقب بزرگترین پیشگوی جهان رو دادم باهاتون صحبت کنم. نوستراداموس. نوستراداموس با اسم واقعی میشل نوسترام توی سال 1503 توی فرانسه به دنیا اومد. پدر میشل یهودی بود و بعد از اینکه با یه زن کاتولیک ازدواج میکنه مسیحی میشه. میشل جان هم اولین بچه این دو نفر بود. میشل هنگام تحصیل به نجوم و ریاضیات علاقه زیادی داشت. اون توی 15 سالگی وارد دانشگاه میشه، اما به خاطر بیماری سیاه یا همون طاعون خودمون اون توی 15 سالگی وارد دانشگاه میشه و شروع به تحصیل توی علوم اربعه میکنه. علوم اربعه چیه؟ بچه‌ها اصلا خودم میگم. علوم اربعه شامل حساب، هندسه، موسیقی و ستاره شناسی میشد. یه سال بعد دانشگاه‌ها رو به خاطر ترس از همه‌گیری بیماری سیاه یا همون طاعون تعطیل میکنن و میشل مجبور میشه که ترک تحصیل کنه و دانشگاه رو رها کنه. فالت بگیرم؟ نه خانم، فال نمیخوام، وسط ضبطی ما. فالت بگیرم دیگه، کف دستت بده فالت بگیرم. گفتم که خانم جان فال نمیخوام، من به این چیزا باور ندارم. بفرمایید خواهش. خود نداشته باش. باور ندارم. داشتم میگفتم بعد از تعطیل شدن دانشگاه میشل یه مدتی رو به عنوان عطار کار میکنه. بعدش هم وارد دانشگاه میشه تا طب یا پزشکی بخونه توی دانشگاه مونپلیه. مدتی بعد وقتی مسئولین دانشگاه میفهمن که اون داره به عنوان عطار کار میکنه، اونو از دانشگاه اخراج میکنن. چرا؟ چون طبق قوانین دانشگاه‌های اون موقع عطاری و دستفروشی برای دانشجوها ممنوع بود. میشل بعد از این ماجراهاش با یه زنی آشنا میشه که ما اسمشو هنوز نمیدونیم و با اون زن ازدواج میکنه و ازش صاحب 2 بچه میشه. اما مدتی بعد هم زنش و هم 2 بچهش بر اثر ابتلا به بیماری طاعون میمیرن. بعد از این اتفاقا میشل حالش خیلی خراب میشه. تصمیم میگیره کوله‌شو ببنده و به سفر بره. از ایتالیا به فرانسه، فرانسه، ایتالیا، ایتالیا، فرانسه، فرانسه، ایتالیا. توی این گیرودار هم با یک بیوه ثروتمند آشنا میشه و مخشو میزنه و میتونه باش ازدواج کنه. همون شوگر مامی خودمون. و طی یه بازه زمانی 10 ساله این شوگر مامی قشنگمون 6 بچه برای میشل میاره. 3 دختر و 3 پسر. نوستراداموس کلا اشغال میکنه. میشل توی یکی از سفرهاش به ایتالیا از طب و علوم پزشکی به علوم ناشناخته یا علوم غریبه روی میاره. اون بعد از یه مدتی توی سال 1550 یه تقویم نجومی مینویسه و اونجا برای اولین بار اسمشو به نوستراداموس تغییر میده و اینگونه شد که شد نوستراداموس معروف. اتفاقا اون سالنامه‌ای که نوشت خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفت و همین باعث شد که نوستراداموس سال 1 و یا بعضی وقتا هم چند تا تقویم نجومی بنویسه. اما درسته یه اما این وسط وجود داره، یه اما و یه نکته. نکتهش هم اینه که نوستراداموس توی سالنامه‌هایی که می‌نوشته یه سری پیشگویی هم انجام داده که تخمین زده شده بالغ بر 6000 مورده. اینجوری بود که جناب نوستراداموس با پیشگویی‌هاش هر روز معروف و معروفتر شد. مچتو گرفتم. خودم شنیدم داشتی راجع به پیشگویی اینا حرف می‌زدی. بعد اینا خب آره، داشتیم راجع به نوستراداموس معروف حرف می‌زدیم. نوستراداموس که خودم میشناسم بهتر از همه شما. ناسلامتی همکاری ما.
دستت بده جوری برات آینده تو پیشگویی میکنم که نوستراداموس هم نتونه. بده دستت بده فعالت بگی. بیا. اوه داری برای یوتیوب ویدیو میسازی ها؟ دیدی تو این مملکت برای هنر تره هم خورد نمی کنن، تو هم زدی به یوتیوب تا پول در بیاری ها؟ بفرما اینم پیشگویی. هنوزم فال نمیخوای؟ فالگیرمون سوای عزیز از دوستای خوب و هنرمند ماست که خودش هم بازیگره، تئاتر کار میکنه بیشتر و امروز هم واقعا اومده کمک کرده و همینطور هم بچه پشت صحنه علی آقای عزیز و مریم خانم گل و بلبل. بچه یه دقیقه بیا. من بهشون زحمت دادم. بله درست خیلی زحمت کشیدن، واقعا ازشون ممنونم. بچه حالا میتونید برید. خیلی دیگه. این چیه دارن؟ بعد با چک و لگد اینا رو خب بریم سراغ بعضی از به اصطلاح پیشگویی های نوستراداموس. نوستراداموس فرار لویی 16 از پاریس و دستگیری و اعدامش رو پیش بینی کرده بود. در میان یک هیاهوی بزرگ سرانجام شیپور به صدا در خواهد آمد و جلاد سر او را از تن جدا خواهد کرد و سر خونالود او را به آسمان خواهد گرفت. پیشبینی بعدیش هم راجع به آدمخواری و آدمخوارهاست. نوستراداموس پیشبینی کرده که توی سالهای آینده انقدر قحطی و گرسنگی به وجود میاد که آدم‌ها مجبور میشن همدیگر رو بخورن. حتی میگن نوستراداموس قبل از اینکه پیشگویی کنه میشسته توی اتاق و به یک کاسه کوچیک پر از آب سیاه نگاه میکرده. ولی به نظر من چون خودش تو کار عطاری و این داستانا بوده، علفی ملفی گلی بلبلی چیزی اون گوشه کنارا مصرف میکرد و بعد میومده توهم میزد و دریوری میگفته. سرانجام نوستراداموس در سال 1566 بر اثر بیماری نقرس چشم از جهان فرو بست. همه این پیشگوها هم بلا استثنا گفتن یه روز یه منجی میاد و همه شماها رو از این فتنه ها نجات میده. اما به نظر من آقا منجی من خودم، منجی تو خودتی و نیازی به هیچ منجی دیگه ای نداریم. پس بهتره که زندگی کنیم و به هم دیگه عشق بورزیم و محبت کنیم. تازه‌شم من پیش بینی میکنم که همه شماهایی که این ویدیو رو میبینید ما رو لایک میکنید، برامون کامنت میذارید، سابسکرایبمون میکنید و مهمتر از همون زنگوله بغلم میزنید. به امید دیدار. بای.